سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان نهایت عزیز. خوش آمدین به یک دیگه از درس های کتاب گراماتیک اکتیو سطح بسوای و C1. امروز با همدیگه در ادامه درس قبلی درس دوم درس سوم را میخوانیم. درس اول و دوم درباره جایگاه ورب بود که ورب در چه نوع جمله هایی در کجا قرار میگیرن که اینا رو ما در دو درس مختلف با همدیگه مرور کردیم و امروز پوزیسیون داتیو و آکوزاتیو آبجکت میخوانیم که وقتی که ما آبجکت داتیو داشتیم و آکوزاتیو داشتیم یا هر دویشان را با هم داشتیم اینا کجا میآیند. خب این درس یکی از مهمترین مباحث تقریبا به اینس و به سوای هست، چون که ما وقتی که اینا را یاد داشته باشیم که ما ابجکتیو ما را که داتیو باشه یا اکوزاتیو باشه اونا رو کجا بیاریم، این خیلی ما رو کمک میکنه که تا بهتر بتونیم گپ بزنیم، اسپریشن ما بهتر شود و همچنین شغایبین ما بهتر شود و وقتی که اینا را رعایت کنیم پونکت بیشتری میگیریم مخصوصا در قسمت امتحان. و میریم سر درس بدون حاشیه های زیادی. عنوان درس هست Position von Dativ und Akkusativ Objekt. Der Kellner holt der Dame den Kaffee und bringt ihn ihr. گفته که پیشخدمت یا می گارسون برای خانم قهوه آورد، قهوه رو می آوره و آن را به او می دهم. در جمله اول می بینید که ما دو تا آبجکت داریم، یک آبجکت داتیو و یک دیگه آبجکت آکوزاتیو و همچنین اینجا ما دو تا ضمیر داریم، یکی ضمیر آکوزاتیو برای سوم شخص مفرد و همچنین ضمیر داتیو برای سوم شخص مفرد. وقتی که ما آکوزاتیو و داتیو داشته باشیم از سه حالت بیرون نیست، یا هر دو آبجکت ما اسم هستند، یعنی در حالت اسمیشان قرار دارند. در این صورت اول داتیو میآید، آبجکت داتیو میآید و بعد آبجکت آکوزاتیو میآید. همونطور که ما اینجا در مثال داریم در دام آبجکت داتیو ما هست و دن کافی آبجکت آکوزاتیو ما هست. پس وقتی که ما اینطور داشته باشیم اول نامی که به صورت داتیو هست میآید و بعد نامی که به صورت آکوزاتیو هست. این یکی از قانون ها و وقتی که ما یکی از اینها را به صورت ضمیر داشته باشیم، مثلا ما در دامه رو داشته باشیم ایه، یا که دنکافی رو داشته باشیم این، چون که برای سوم شخص مذکر این هست ضمیر آکوزاتیوش و برای سوم شخص مؤنث ای هست. چنین که اینجا میبینید وقتی که ما یکی از اینها اسم باشه و یکی دیگهش ضمیر باشه، ضمیر قبل از اسم قرار میگیره. ضمیر قبل از اسم قرار میگیره. ولی وقتی که هر دوی اینها ضمیر باشن چه اتفاقی میفته؟ ضمیر آکوزاتیو قبل از ضمیر داتیو میآید که اینجا در مثال آخرش هست und bringt ihn ihr. این داتیو ما آکوزاتیو ما هست، ضمیر آکوزاتیو هست و ای ضمیر داتیو هست. فقط همین سه حالت موجود است، یا که هر دویشان نام هستند، یا که هر دویشان ضمیر هستند، یا که یکیشان ضمیر هست و یک دیگرشان نام هست. باز هم خلاصه میگم بریتان وقتی که هر دویش نام باشه اول داتیو میآید و بعد آکوزاتیو. وقتی که یکیشان نام باشه و یکیشان ضمیر باشه ضمیر مقدم هست بر نام و وقتی که هر دویشان ضمیر باشه اول آکوزاتیو میآید و بعد داتیو. خب میریم با هم دیگه مثال هایی که کتاب آورده رو با هم دیگه میخوانیم. در کلنا زرویر در دام دن کافی. خب اینجا هم میبینید که در دامه داریم در حالت داتیو و دن کافی داریم در حالت آکوزاتیو. هر دویشان نام هستن، پس داتیو ما مقدم هست بر آکوزاتیو. اینجا چه داریم در تصویر دوم که میبینید اینا هیچ کدامشان نیستن، ببخشید خانم خودش نیست، نمایندهش هست یعنی ضمیرش هست و کافی خودش هست یعنی به صورت اسمش آمده، ضمیر نیست. پس چی میشه؟ در کلنا زرویرت ihr den کافی. وقتی گفتیم یک ضمیر داشتیم پس ضمیر مقدم هست نسبت به اسم. خب در حالت سوم چی آورده برای ما؟ در کلنا زرویرت این در دامه. این دفعه میبینید که خود کافی نیست بلکه جانشینش هست، جانشینش ضمیرش هست، ضمیرش میشه این. پس وقتی که ما یک ضمیر داشتیم و یک خودش را داشتیم، اسم را داشتیم، ضمیر مقدم هست، فرق نمیکنه که یا آکوزاتیو باشه یا داتیو باشه. پس ضمیر قبل از اسم قرار میگیره.
و در حالت سوم وقتی که ما کلا نماینده ها رو داریم، میبینید اینجا هم سرپوشی چاینک هست و اینجا هم کلاهی خانم هست، یعنی خودشان نیستن، ضمیرهایشان هستن، به نمایندگی از اینها ضمیر داریم ما. پس وقتی که ما دو تا ضمیر داشتیم، این آکوزاتیو ما قبلش میآید و داتیو بعدش میآید، یعنی آکوزاتیو مقدم هست بر داتیو در حالتی که ما ضمیر داشته باشیم. serviert این ایا. خب این کلا همین خلاصه درس هست. میبینیم که برای ما چی توضیحات اضافی آورده. گفته Pronomen stehen direkt nach dem Subjekt und Verb Teil 1. Ich habe es ihm gestern gegeben. Gestern hat der Lehrer es ihm gegeben. جایگاه پرونومن را گفته برای ما وقتی که ما پرونومن داشته باشیم، ضمایر داشته باشیم، گفته قرار میگیرن مستقیما بعد از فاعل ما و یا هم تایل اینس ورب ما. چون که ما گفتیم که در درس اول خواندیم که سوبیکت میتونه جایگاه اول را داشته باشه یا هم میتونه جایگاه دوم را داشته باشه در این فخ زدسه، ولی در نبن زدسه ای در جایگاه دوم میاد، یعنی ما در اول کانکتور ما رو داریم، کانکتور که باعث میشه ما جمله ما نبنزات شوه، در اول او رو داریم و بعد از او سوبیکت داریم. و وقتی که ما بعد از سوبیکت یکی از مثلا پرونومن داشته باشیم، چه در حالت داتیو باشه و چه در آکوزاتیو، بعد از سوبیکت ما قرار میگیرن. خب اینجا هم برای ما دو تا مثال آورده. Ich habe es ihm gestern gegeben. es ضمیر آکوزاتیو ما هست و ihm ضمیر داتیو ما هست. و همچنین دارن gestern hat der Lehrer es ihm gegeben. خب der Lehrer فاعل ما هست، es ضمیر آکوزاتیو ما هست، این ضمیر داتیو ما هست. میبینید که اینا به ترتیب قرار گرفتن بعد از اسم. خب و دیگه گفته die Reihenfolge von Nominativ, Akkusativ und Dativ ändert sich nicht. و همین ترتیبی که مثلا ما اول نومیناتیو داریم، آکوزاتیو داریم و بعد داتیو داریم، یعنی فاعل ما هست، بعد مفعول مستقیم ما هست، مفعول غیر مستقیم ما هست، این تغییر نمیکنه. Wenn andere Satzteile ergänzt werden، وقتی که بعضی از قسمت‌هایی از جمله یا بخش‌های از جمله تغییر کنن یا تکمیل شوند. Im Garten serviert der Kellner heute der Dame den Kaffee. مثلا میبینید که اینجا ما قید مکانی داریم، لوکال داریم، اینجا خب فاعل ما هست، نومیناتیو هست، هویت قید زمانی داریم. در دام دن کافی، یعنی هرچی ما این جزئیات را زیاد کنیم، هرچی بین اینها زیاد بیاریم، مثلا قید مکانی بیاریم، مثلا مودال بیاریم، کوزال بیاریم، اینا رو بیاریم، این ترتیب تغییر نمیکنه. یعنی اول نومیناتیو ما هست، بعد آکوزاتیو ما، ببخشید داتیو ما هست و بعد هم آکوزاتیو ما هست. و یا اگر که ما اینها را پرونومن داشته باشیم، همون ترتیبی که بالا خواندیم همون ترتیب هست، یعنی این تغییر نمیکنه. هر چقدر که بقیه ذات استایل ها تغییر کنن یا تکمیل تر شون، هر چه ما جزئیات بیشتری داشته باشیم، این ترتیب تغییر نمیکنه. خب این بود از درس امروز. درس امروز یا درس جنجالی نبود. امیدوارم از درس لذت برده باشین. اگر درس برایتان خوشایند بود، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بگذارین، صفحه را سابسکرایب کنید و همچنین نظریات و پیشنهادات خودتان را به خاطر بهبود کیفیت ویدیوها بنویسین. باعث میشه که کیفیت ویدیوها بالاتر بره و بیشتر دقت صورت بگیره هر جایی که شما فکر میکنید که نیاز به تغییر داره. امیدوارم هر جای